سلام دوستان عزیز، من علی گیم پلی هستم. اومدیم با این ویدیوی جذاب و خوب اومدیم ما هم یه دونه قصر TNT بسازیم و بهتر کنیم ببینیم چقدر میترکه. و تو ویدیو بعدی میخوام بهتون بگم که کدوم خاک میترکه. شاید الان بهتون میگم کدوم خاک بترکه. و بریم سراغ بازی. باگ داره فکر کنم. چی شد؟ باگ داره رو مصب. خب کجا بودیم؟ آره. کانال ما رو دنبال کنید، سابسکرایبتون نره، زنگوله بخواینم بزنید و ویدیو رو لایک کنید. ممنون میشم از حمایتتون. با من باشید، همراه باشید، دوست دارم. و بله، خب بهترین گیم پلی که تا الان دیدید چی بوده؟ تو کامنت واسم بنویسید. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه قلب قرمز بذارید، اگه خوشتون نیومد یه قلب آبی بذارید. ممنون میشم از شما و پر افتخارا. خب بریم که سراغ ویدیو. و بیاره این نیاره بیاره یه ساعتم طول میکشه. خب تو ویدیو قبلی میخواستم بهتون آموزش وسایل چیزا رو بهتون بگم. الان اینا هم وسایل هست. من زیاد برای ویدیو بازی میکنم. خب میریم پایین ها. برو دیگه پایین. یه دونه TNT، یه فندک. تمام. خب جونی هم میخوام بهتون یاد بدم چجوری جونی بازی کنید و ببرید. ما اول چیز میکنیم از اینجا همینجوری میایم بالا. میخوایم رو هوا بسازیم، اینقدرم کافیه. خب اینجا همینجوری مستقیم میاییم. یه ساعت طول میکشه من اینو بسازم فکر کنم. بچه میخواید من ویدیو رو استوب بزنم براتون چیز کنم، درست کنم. و یه چیز دیگه هم هست من ساخته بودم، دفتر شطرنجی ماینکرافت. من ماینکرافت رو کلاس نقاشی میرم که ماینکرافت رو کشیدم. خواستید بخرید بهم میگم. قیمتشم حالا مهم نیست، زیاد مهم نیست. قیمتش 60 تومنی است چون همه صفحات برده. خودم دفتر رو 40 خریدم تا بکشم زیاد. 60 بهتون میدم. حالا نخواستید مهم نیست. یه دونه دستگاه میذارم اینجا رو خالی گذاشتم. نگاه کن اصلا من چرا اینجوری هم همه رو خالی گذاشتم. به شما عرض کنم اینجا هم خالی گذاشتم باز. میدونم کم گذاشتم بولتیز TNT. من ویدیو رو استوب میزنم برای اینا درست کنم میام. خب دوستان ما درست کردیم و الان میخوایم یه گربه سگ بندازیم اونجا که ببینیم تیز کنیم کدوم زنده میمونه و کدوم زنده نمیمونه. من هر بوله که قاضم میذارم. و ببخشید دوستان. خب و کجا بودیم؟ درست کنیم که بتونیم تیز کنیم ببینیم کدومشون زنده میمونن کدومشون زنده نمیمونن. خب میریم سراغ ویدیو. من یه سنگ میخوام بردارم واسه یه دونه از حیوان ایمون. یه سنگ دیگه میخوام بردارم. مطمئنم جفتشون هم زنده نمیمونن و جفتشون هم میمیرن از سنگ ها. خب من هواشو زیاد پر نکردم چون مهم نیست. اول
یه سگو می‌داریم اینجا. رنگش هم شب رنگه. الان فکر کنم میخواد صبح شه یا شب شه. الان داره فکر کنم صبح میشه. حالا ما صبح ترش کنیم، زودتر صبحش کنیم. این از صبح. اینجا سگمونو میذاریم، 2 تا سگ خوشگل. اسم سگا رو میذاریم فوفی. اینجا رو که میبینید مطمئنم هیچ کدومش زنده نمیمونه، چون بلوکای خوبی برنداشتم. یه جورایی چشم باز نبود. چرا فقط من دارم این ور میگنم؟ گربه نازنینم توی اتاق میبینم. برو تو بینم، بری تو خانواده. برو اون ببینم، برو اون نه بیرون، برو ببینم. آفرین پسر خوب. میریم واسه نور روشن کردن. بسم الله. این ورورم از 2 تا بذارم همینجوری. اینجا هارم میذاریم و بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بسم الله. یه دونه اینجا رو میذارم. او مای گاد، بس دیگه. او مای گاد. او مای گاد. گربه همو دل نموندن و سگامو مردن. سگام خوشن. چند تا سگ داشتم یعنی. او مای گاد، همه جا رو به فنا کشید. پشمو. نگاه. حالا اون ورم بریم، اون ورم اشتراکی نگاه کنید. نه این ورم نداره. چجوری؟ چه باحال. خفن تر از این تا حالا ندیده بودم. خوب، باحال، خوشگل. یکی دیگه بسازیم همینجا، یه خونه انگار. نه خونه نمیخواد. همینجوری میزنیم این بر پر کنیم. یه فندک، یه گروه، یه سگ. حالا ببینیم دنیای ما چجوره. اول فاز مولا علی چطوری آخه این همه؟ خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تو ویدیوی بعد تا ویدیو بعد خدا نگهدار. و اینم که همینجاست افتادم پایین تیزاش گروه هاشنو. اینجا باز بود، یه جاش باز بود. ایناش نپرید بیرون ها. آفرین گولیمه. شما همینجا بمونید. این نردو براتون بسازم. بیاید پایین راحت. بابا بیا پایین بابا. تو هم ترس داری مگه؟ میگیرمت من. تو بپر پایین من میگیرمت. آفرین. دیدی چی نشد؟ نمردی. شما پای بینم. تو هم بپر پایین. مرد. تو هم بپر پایین. مردید؟ نه همه تون زنده.
ترسم. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد خدا نگهدار. Let's go.